سلام سلام سلام. سلام سلام سلام. با این همه سلام اولین قسمت برنامه رادیو اکتیو رو تقدیم می‌کنیم به تمام قیام آفرینان، تمام جوانهای شورشی، تمام اشرف نشانها، تمام دانشجوهای بپاخواسته و خلاصه همه مردم ایران در تمام شهرهای شورشی. رادیو اکتیو اسمش روشه، یه رادیو اکتیو ویژه و اکتیو با چاشنی طنز و سالاد و نوشابه و نون اضافه و باقی مخلفات. حالا چی بیارم خدمتتون؟ خب شنوندگان عزیز، این فصل از برنامه ما همراه شده با فصل سرد. امیدواریم که با گرمای دلهاتون بر سرمای زمستان غلبه کنید. مهران جان ببخشید بحث تو پر زدن و اینا نیست، اما این دل و قلبه و اینا گرم نمیکنه آدمو. باید یه آتیشی روشن کنی، شومینه‌ای، بخاری، یه حرکتی کنی، نه که اینجوری بشینی ارد بدی با دلتون نمیدونم گرم کنید. مگه دلمون هیتره؟ گرم کن باید بپوشی آقا جون، گرم کن. من خودم یه گرم کن دارم، 17 ساله دارمش. البته خب الان دیگه گرم نمیکنه، پیر شده، خسته است. میذارمش تو کمد برای بقیه لباسام تجربیات و خاطراتشو تعریف میکنه. نه تو پرم که نخورد. به نکته ظریفی اشاره کردی. تو همیشه منو تصحیح میکنی محسن جان. خب بریم سراغ خبرها و وضعیت رژیم آخوندی، اون هم بعد از همه قیامهای مردم و قهرمانی‌ها که همچنان ادامه داره و حسابی آخوندا رو برده رو ویبره. البته مهران جان شما خیلی اتو کشیده، پاستوریزه، هموژنیزه، استریلیزه صحبت میکنی. الان رژیم آخوندی در شرایطیه که اصلا بدون فحش و فضیحت نمیشه منظور رو رسوند، یعنی حس رو منتقل کرد. که البته اونو اینجا نمیشه. اما محسن جان تو در فاصله رفت و برگشتمون به اتاق فرمان حرفاتو بزن. اما بریم سراغ خبرها که این روزها اینقدر داغ و اکتیوه که آدم نمیدونه به کدوم بپردازه. بله دیگه آقای مهران خان، بحث تو پر زدن نباشه مجدد، اما به خاطر همین بود که همه هموطنای عزیز صداشون در اومده بود که با این همه خبر چرا خبری از برنامه رادیو نیست. بله حالا گذشته ها رو بذاریم کنار، بهتره به جای تفاوت ها به همسانی ها بیاندیشیم. بهتره کمی از اتمسفر سیاسی این روزها و انفصال رژیم آخوندی در بنبست راهبردیش صحبت کنیم. بنبست آقا یکی اتو رو از رو مهران برداره، رو همه کلمات داره خط اتو میندازه. آقا این انفصال بنبست راهبردی چیه؟ از کجا میاد اینا؟ بابا تو حرف خودتو بزن، ما هم حرف خودمون رو میزنیم. مثلا اگه جناب عالی بخوای همین وضعیت رژیم رو تشریح کنی چطوری میگی؟ بله ببینید، اساسا در فرهنگ سیاسی حکومت‌های دیکتاتوری به جایی میرسن که اصطلاحاً میگن گاوشون میزاد. بعضی از حکومت‌های توتالیتر هم هستن که خرشون از روی پل میگذره. اما در جمهوری اسلامی با وضعیتی مواجهیم که گاوشون روی پل یه خری رو زاییده که از کرگی دم نداشته. بله بله واقعا تفسیر جدیدی بود. بریم برگردیم. میریم برمیگردیم. یکی از خبرهای داغ هفته‌های اخیر، بله، ترکیدن پاسدار تروریست قاسم سلیمانی بود که هنوزه عظما و شرکا در حال جمع کردن ترکش‌هاش هستند. سردار ماستار اکبر بیقاسم در استودیو با ما هستن و قصد داریم نظر کارشناسی ایشون رو در رابطه با این مصیبت عظما برای عظما جویا بشیم. بله، با یاد و نام امام قاسم. بله اشکهای سردار امان نمیدهد و من ناگزیر به سراغ سوال دوم میرم. سوال دوم اینه که ایشون که سردار امنیت لقب گرفته بودن چطور امنیت خودشون رو نتونستن حفظ کنن؟ بله در رابطه با امنیت ایشون خود مقام موظف که گفته تو عظمای بدبخت بیچاره. عظما نکنه. بله ممنونم از توضیحات کافی و وافیتون. سوال بعدیم این هست که خود سردار رفته بودن عراق چه غلطی بکنن دقیقاً؟ بله والا عرض کنم خدمتون که خود سردار قاسم
قاسم بدبخت جوون مرد شده. ای بابا، اسم هر کی میاد شما گریه میکنی که؟ اصلا خودت بگو، از وضعیت همین الان خودت و این پاسدارا بگو. بله، در رابطه با سپاه قدس و خودم باید بگم که خیلی بدبختی بیچاره شدیم. فردا ما رو میتر تو همین خیابونا. بابا این کیه برداشتین آوردین؟ اشکش دم مشکشه، بیاین وردارین ببرینش. میخوام مامانم، میخوام به زود حالا این ترکیدن پاسدار قاسم سلیمانی یک طرف که خودشون هم تبریک میگفتن هم تسلیت. آقا تسلیتش مال عظمای کمر شکسته و راه برد در رفته بود، تبریکش هم که مال مردم ایران و منطقه. بله، حالا از اون مسخره تر تبلیغات تلویزیون و روزنامه های نظام بود که میخواستن یک گراز وحشی رو به جای قناری رنگ بکنن. دیگه صحنه‌ای بود که بیا و تماشا کن که آی این سردار ملیه و سردار امنیت و چه کارا که نکرده. یکی میگفت قلبش مثل گنجیشک بود، یکی میگفت چشمش مثل توتی بود، یکی میگفت پاهاش مثل فلامینگو بود. خلاصه یه باغ وحش رو تو خودش ذخیره کرده بود. یه سوالی هم که خبرنگارای تیوی ریش هی مطرح میکردن این بود که اگه قاسم سلیمانی نبود چه ها که نمیشد. با سلام، این روزها بوی نامطبوعی که فضای تهران رو فرا گرفته یاد قاسم سلیمانی رو در ذهن‌ها متبادر می اومدیم تا از امت همیشه در صحنه بپرسیم که آیا هیچ اندیشیده اید که اگر سردار قاسم سلیمانی نبود چه بلایی بر سر ما و کشورمون ایران می اومد؟ آقا ببخشید، شما اندیشیده اید؟ بله، من اندیشیده هستم که اگه سردار قاسم سلیمانی نبود الان کل کشور دمیان هوا بوده هسته. شما در نظر بگیر اگه سردار قاسم نبود 1500 نفر از مردم فقط به خاطر اعتراض به قیمت بنزین دمیان خیابانا کشته می شدن. اگر سردار قاسم نبود همه بچه ها ما رو دستگیر میکردن، منداختن زندان اوین و گوهردشت و اینا. اگر قاسم نبود هواپیمای اوکراین رو موشک میزدن 176 نفر رو میکشتن. اگر سردار قاسم نبود آقا دلار میشد 14,000 تومان، گوجه میشد کیلوی 15,000 تومان. اصلا آب و هوای تهران رو شما حساب کنید، نه آب و هوای تهران میشد پر سرب، جوری که هر بار آب بپاشی رو هوا جدول مندلیف میریزه میان سرت. آقا اگه سردار قاسم سلیمانی نبود مملکت پر میشد از اختلاس و مال مردم خوری و رانت و دزدی و اینا که گفتمه اندیشه داخلی من هستمه. اما در رابطه با منطقه اگر قاسم سلیمانی نبود عراق و یمن و لبنان و سوریه و همه جا رو گند میگرفت، میشد بمب و انفجار و تروریسم و اینا که اگر قاسم سلیمانی نبود. ببینید دوست عزیز، شما چقدر اندیشیدید. حالا این نبودش رو بیخیال شیم، چون نبودش با بودش خیلی شبیه هم دیگه در اومدن. با تشکر از این دوست گرامی. آقا برو. آقا صبر کن، میخوام وارد مبحث قاسم نبود جهانی بشم. آقا دمیان تکمک کله باز و تکله بره. هنوز افتضاح ترکیدن قاسم سلیمانی جمع و جور نشده بود که از افتضاح انتقام سخت هم رونمایی شد. انتقام سختی که آمار و ارقامش در تاریخ بی‌نظیر بود و واقعاً التیامی بود بر داغ دل مقام عظما. التیام. بله، التیام. این قسمت از برنامه رو اختصاص دادیم به بررسی ابعاد این انتقام سخت. شما میتونید با شماره تلفن برنامه که من هنوز شماره رو نگفتم که، عجیبه. الو بفرمایید. الو سلام علیکم، برنامه رادیو اکتیو قسمت انتقام سخته؟ بله بفرمایید. ها، من یه پیامی داشتم واسه برادرای سپاهی. بفرمایید. میخواستم بگم که جان مادراتو بیخیال این انتقام سخت شید، بذارید جای انتقام سختای قبلی خوب شه، بعد این یکی جدیده رو شروع کنید. منظورتون چیه؟
بابا اینا یه دوری گفتن انتقام سخت، ابروها آبا کلا یک کتی نشسته بودن، تسبیح دستشون بود، هر دورش اندازه کله مقام عظما. با گفتیم الان کاغ سفید و بیتر کورن، یو دیدیم کوسوس زاید آقا. اول که تو تشییع جنازه حاج قاسم 80 نفر بردن، بعدم که زدن هواپیمای مسافربری رو انداختن. دلمون خوش بود که حالا موشکا میخوره یه جایی انتقام سخت میگیری. موشکا که خود تو بر و بیابو. آخه این چه انتقام سختی بود آخه نفلا. اگه جنازه حاج قاسم رو میدادیم تو آمریکا تشییع کنن، بیشتر ازشون تلفات میگرفتیم تا موشک. ای 4 تا بچه وای میستادن دم مرز، سنگ میزدن لااقل سر دوستاشون رو میشکستیم. و واقعا خواستم اینه که آقا انتقام نگیری، جون مادرها تو انتقام نگیری، برید از مقام عظما پاسداری کنید ها، برید تو همون کار اختلاس و دزدی و دلار و بندر و اسکله و اینا. یه تپه انتقام رو بیخیال شید. حالا میدونی بعد میگه چرا نمیذارم بمب اتم داشته باشیم. بابا شما کبریت بی خطر رو تبدیل به سلاح کشتار جمعی میکنید. حالا فکر کن بمب اتم هم داشته باشید، صدا داری آقا؟ بهتر کنید بعد بگید خطای انسانی بود، اشتباه کردیم و غلط کردی، خطا کردی. آقای سپاه پاسدارا شما سمت شاگردت میزنه، بعد تو فکر سبقتی. خیلی به خدا، خیلی به خدا یه جمله هم خطاب به دشمنا اجازه بدید بگم. آقا نکشید از ما، شما یه نفر از جمهوری اسلامی بکشید، اینا 200 نفر از ما رو میکشن. بله تشکر از تماستون، دیگه حرفی ندارید؟ ای بابا ببخشید من خودم فراموش کردم یه احوالی از خودت بپرسم. خود خوبی؟ خانوادت خوبه؟ بلمت به راهه؟ این کلمات و قلوب سلوبه رو تو از کجا میاری؟ و تو فکر میکنی مردم نمیفهمم من کنارت نشستم اینطور جس گرفتی انگار داری با آلپاچینو صحبت میکنی؟ الو بله مثل این که تماس قطع شده. تمام ابعاد موضوع انتقام سخت و ابعاد ما رو ایشون بررسی کردن. بریم برگردیم. خب در آخر یه ویدئویی رو با هم ببینیم که یه چند روزه که تو فجازی جنجالی شده. بریم آقا بریم ببینیم. برکت به نظر من خونی که ریخته شد یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم. حالا فقط مونده که این در واقع توی میدان عمل تبیین بشه، گام‌های عملیاتیش. محسن چی میگفتین؟ کی؟ این؟ نجم آرپیجی؟ آره دیگه. چندشی بودا؟ نه خب یه چیزی گفت. همین دیگه، میگن آب که سر بالا میره نجم آرپیجی دودزا میزنه، همینه دیگه. آها موش تو سوراخ نمیرفت سراغ کت خدا رو میگرفت. نه اون موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست. حالا هرچی ملت تو خیابون میگن آخوند باید گم بشه، بعد این زاغارت اومده میگه مردم هر کی خوشش نمیاد بره. شما برو با لنکروز قرمزت زندگی سلحشورانه بکن. ما نمیدونستیم ایران پشت قباله منگوله داره باباته مضحک. حالا اینا واسه عظما دایه دلسوزتر از آش شدن، کاسه داغ‌تر از آش. حالا هرچی برکی. حالا این لنکروز قرمزی که اصلا محلی از اعراب نداره، به قول یارو که میگه خرت که از پل گذشت چه یه وجب چه 100 وجب. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه 100 وجب. نه اون منظور نظر ده خدا رو که دعوت نکردی که. من همین محسنم ساده. حالا هرچی. خب دوستان تایم برنامه تموم شد. محسن شما آدرس رو بگو لطفاً. شما از همین چهارراه که برین، خیابون اول نه خیابون دوم ته کوچه یه بنبستی هست، اون کوچه بنبسته رو شما محسن کانالو میگم، آدرس کانال. حالا هرچی. ما در تلگرام تو این آدرسیم. نادر جان اینو مرقوم بفرما، اینجا میزنی یه جای اینو مرقوم کن. در اینستاگرام هم اون یکی. هر نظری، پیشنهادی، چیزی داشتین ما در خدمتیم. بله تا رادیو اکتیو دیگه. خدا نگهدار همگی. بله به قول معروف که شب و روزگار خوش. رادیو اکتیو. رادیو اکتیو.